تشکر. یا نوار از میگذارم برادران زیر همین نوار کمی صحبت کنیم. خب Джугурку Кенеша Талант Мамытов с депутатами Бакытбеком Турузбековым и Саматом Ибраевым посетили Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, где проходят лечение пострадавшие в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе. Депутаты и Торага встретились с военнослужащими, получившими ранения разной степени. Мамытов поблагодарил военнослужащих. Президент Садыр Джапаров навестил раненых в ходе последних событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области. Они проходят лечение в Бишкекском научном центре травматологии и ортопедии. Главы государства информировали об их состоянии здоровья. Садыр Джапаров побеседовал с пострадавшими, справился об их самочувствии и пожелал скорейшего выздоровления и восстановления сил. Президент подчеркнул, что им будет оказана соответствующая помощь со стороны государства и отметил необходимость обеспечения достаточным количеством лекарств и надлежащим медицинским уходом. Также он подчеркнул важность продолжения оказания морально-психологической поддержки. Отметим, 30 апреля в больнице Бишкека спецборд доставил 46 пострадавших из Баткенской области. В настоящее время пациенты находятся под наблюдением специалистов высокого уровня и получают соответствующую медицинскую помощь в столичном научном центре травматологии и ортопедии, центре хирургии и национальном госпитале. عجیب است وقتی این حادثه ها رو میبینی. یعنی ما را میگن که شما برای مردم روحیه بتین، اون برای مردم روحیه میتین. من مرحمت پرزیدنت یک کشور، پرزیدنت مردمی، مردم انتخابش کرده در روزهای سختی زندگی، سختی مردم، حالت جنگی، خب پوشید از خلات لازمه را آمد از بیمارخانه در یعنی اخیبگاه از بیماران نظر داره کی چی حادثه است، چی ملاقات شده است، چی مشکلات شده است و از حساب دولت برای اون دارو و دیگر لوازم هایی که لازم است، چه از لحاظ پولی و مالی باشد چه از لحاظ پسیکولوژی باشد، دولت برای شما تامین میکنه. یعنی ما ایران میگیم چرا حکومتی ما هم که خب این پرزیدنت تازه انتخاب است و پیشوای ملت نیست، محترم نیست، حالا جناب عالی نیست، سرفرمانده خشونهای سرحدی نیست و ده ها عنوان و نام دیگر نداره، اما ما داریم پیشوای ملت. یعنی پیشوای ملت در برابر پیشوا بودنش چرا اینقدر کبر داره، چرا اینقدر غرور داره، چرا اینقدر خودش یک نفری الهیده نشان میده و هیچ سرخم نمیکنه پیش این مردم. در اونجا چرا اقلا یک بار یک نوارش آدمی در همین حادثه بیاره نشان بدین که یک نوار و خطاب به مردم کرده باشه. مردم عزیز تاجیکستان، من پرزیدنت جمهوری تاجیکستان وکالت میتونم یا که سوگند میکنم یا که مطمئن باشین که ما این قضیه را زیر کنترل میگیم، زیر نظارت میگیم، در کوتاه‌ترین فرصت ما نقطه میگذاریم و ما نمیگذاریم دیگر خونی باقی مانده جوانها بریزه. این مسئولیت بر عهده نمیگیره هیچ یک منصبدار. اون نفر میگه گنرال نوجوان رفته است، رئیس ولایت رفته، خوب رفته است، اون مسئولیتش هم رفته. اما مسئولیت اساسی رهبر یک کشور چی است؟ در چنین حالت ها اگر دربار مردم نباشه پس چی لازم چنین رهبر؟ چی لازم؟ شاید فردا صبح خدای نکرده بلند میشه حادثه از این وزمین‌تر است، ده ها و صدها کس دیگر مریض و بیمار و در بیمارخانه میافتن. سرش خم نمیکنه پیش این مردم؟ لااقل یاد نمیگیره از تجربه دیگر کشورها؟ در حالت جنگ است، ننگ است، امروز ساعتی ننگ آمده، ساعتی ناموس آمده است که تو باید دیگر کبر و غرور تا کنار بگذاری، دیگر پایین تر کمی بفرویی، کمی آرامتر شوی، کمی از اون کبر از اون غروری که در دل و در جگر داری کمی باز بکنی، پایان بفروی. رقص و بازی کو رفتن میتونی، جموندن و برای زنها غذا پختن و از آلوچه شکر آماده کردن و دیگه فلان دیگه کارهای دیگه میتونی کرده. چرا در این سوال من این است که چرا در این حالت، چرا در این شب و روز، چرا در این حالت وزبینه که مردم نیاز به روحیه دارن، مردم نیاز به یک سرپناه واقعی دارن، مردم نیاز به یک نفر اصلی دارن، چرا تو برای مردم نیستی؟ چه چیز انتظاری؟ یا که این کاری دست خودت است، یا که خودت این برنامه را ساختی، یا که خودت مردم از زیر جنگ داخل کردی. مدام که نه حادثه در مرز اخداست، طرف گناهکار است، چرا در بین مردم نیستی؟ چرا از تلویزیون دولتی امروز حرف نمیزنی برای مردم؟ چرا از رسانه های دولتی حرف نمیزنی؟ رسانه تو به چی کار مشغول است؟ مرحمت.
آخران کارت چی کار انجام دادی؟ مرحمت خدمات 10 ساعت پیش صحبت تلفنی با پرزیدنت قرقیزستان چی صحبت کرد نامعلوم. دیگر چی کاری انجام دادی؟ کنی صحبتی تو، کنی ملاقاتی تو با مردم، کنی ملاقاتی در بیمارخانه، کنی فرمانی تو، کنی برنامه تو، کنی وعده تو، کنی استواری، کنیش چی کاری را برای مردم انجام دادین؟ ما را سنگ زدن در اوستایم، چرا طرف نمیبره اونها را سنگ بزنین که خب با این جوانا واقعا درست گفته سیان رحمانوف و مالی شریفوویچ 2 روز 3 روز میشه حادثه را، چرا لااقل امروز در سیوم روز تو در برای مردم نیستی؟ مشکلی در چی از مریضی بیماری صلاحیت نداری قدرت نداری، پس وظیفه را در این حالت جنگی باید بسپاری. تو باید با نفر دیگر مسئولیت بتی فرمان قبول کنی که من صلاحیت ایرا ندارم، امروز من مریضم بیمارم، دولت در یک کشور در یک حالت جنگی قرار داره، در مرز مردم ما مردن، من صلاحیت و قدرت این حالت ندارم، من همین وظیفه را میگذارم به سروزیر، میگذارم به رئیس پارلمان، میگذارم به یک نفر دیگر، میگذارم به یک رئیس مجلس فلان، میگذارم به رئیس کمیته امنیت. باید این صلاحیت بتی، پس نمیتونی مردم در بروی بگو که مردم من نمیتونم، نو مدام توی قدر غرور و شجاعت داری، پس قدر نام و عنوان داری، برای همین روز عنوان های تو مردم قدر از تو حرف میزنه، جناب عالی میگن، پیشوای ملت میگن، یک حرف میزنه، برای همین روز باید باشی. تو از کدام کشور من برات مثال بیارم؟ در اوکراین در بین جنگ بود، مرد میرفت پرزیدنت تازه انتخابات زلنسکی در بین جنگ میرفت، خطی مردم میزد، خطی سربازا ملاقات میکرد، خطی بیمارا و کسانی تیر خوردن زخمی شدن در برای اونها بود. در آذربایجان این چونین، من در قرقیزستان این چونین، در همه کشورهای دنیا، خیلی در تمام کشورها چنین حالت هست، بجز از 4 تا سرسخت 4 تا کبر و غرور داشته. گجای گپی من امروز پس زدن از گجای گپی من امروز مردم از شجاعت بیرون کردن از گجای گپی من اشتباه پیدا میکنید. شما میبرین در مقابل ما، انا شما در این روز از این میلاد از کدام میلاد استفاده بردین؟ چیزی که واقعیت داره گفته است من در طول 3 روز نمیبینم، هیچ یک برنامه درست نمیبینیم. خدای نکرده مردم قرقیز مردم میدانی است، مردمش غرور داره، گوش نمیکنه، هیچ قرار قبول گوش نمیکنه. اون مردم چندین بار این مرحله ها را گذشتن. صبح از خواب تاجیک بیچاره بلند میشه که 100 تا سرباز قرقیز اومد به خاک یکسان کرد. چیکار میکنین در این حالت؟ بس تو باید توسط تلویزیون و رادیوها هر دقیقه هر ثانیه توسط سخنگوی وزارت و کمیته های ادارات باید مردم آگاهی بتین، باید مردم خبر بتین که ما آماده مردم، شما ناراحت نباشین، بگذار مردم راحت خواب باید بکنه. وظیفه امنیتی کشور همین است. در این حالت، در این شب روز امنیت باید این حالت بگیره، این برنامه را دست بگیره. یگان نقطه اشتباه میگه من آمادم معذرت بپرسم، کنیشین کنی هستین یا نفری که میگه نه تو دروغ میگوی. من تازه از جای حادثه و همسایه کشوری ما مردم قرقیزستان رهبری کشور جدیدش که حالا با اون اندازه صلاحیت نگرفته از روی دست، اما اومد از در بیمارخانه وقتی مردم هستی، تو با اون معنی نیست که با اون معنی نیست که رهبری کشور تو باید الگو باشی، از همه چی دور باشی، در یک کرسله کلام بشینی، غصب بکنی، غارت بکنی، هر کاری که میکنی تمام. نه، دای شب روز تو لازمی برای مردم. یعنی این نقطه‌ای است که باید مردم درک بکنه. باید هیچ یک جنگ اندازی نیست، هیچ یک استفاده بری نیست، هیچ یک کاری خطای من نمیبینم. اگر که واقعا در همین حرفای من نقطه‌های من اشتباه است، مرحمت که از همین وزیر 10 نفر قبول میکنم، بگه که برادر برای تو در همینجا اشتباه میگی. شروع میکنم از برادر خالد. بفرما برادر. برادر خالد بفرما. السلام علیکم بورزگا که سلام. علیکم سلام. وارتنم 2 روز می گپوش ما می‌فهمم. پیش از حادثه سخن کردم هیچ نبود. مقصد اکای سلمان ما در همین قزاقستان هم باشیم. مقصد همین دولت قزاقستان برای ما خیلی دستگیری کرد. وارتنم در این طرف در طرف تاجیکستان همین حاضرانگی حالت ها رو میبینم، باور کنید کم در غضب میبینم، کم در آدم با حیران میشوید. این کار رفتار یارو میبینی گفتی خودتون حاضر
همین قزاقستان قرقیزستان هر لحظه اون برنامه رو در تمام تلویزیونش نشون داده است برای مردم حالت چی گپ است چی خبر رفته است در اونجا. اما بازم متاسفانه مردم تاجیک من خاطر همتون معلوم است. سلامت باش گفتنی من برادر. همین برادر هزار رحمت برادران ما را دستگیری شما دعاگوی شما هم در این ماه شریف رمضان پروردگار این جنگ خوب هم نیست مثال هم سرحد همسایه در این ماه شریف رمضان حداقل هیچ نمیگی باید اون وظیفه بلندای با بیاین قطعی خلق در بری خلق. سلامت باشی برادر. صحبت بعد دیگرها بتیم. تشکر زیاد. رحمت برادر. خدا نگهدار. رحمت برادر.